ریدن در طویله خویشتن. آن قیافه ها خودشان را ایثار می‌کردند در نوعی گندیدگی، نوعی لجنزارت، نوعی چاق و چله شدن متورم کسرات، نوعی ترقیدن، نوعی ترقی ریدن، نوعی کرم داشتن، نوعی کسخل بودن، نوعی سنباده زنی مداوم مغزهای زباله، نوعی مارگزیدگی، نوعی پیاز خوردن، نوعی بوی پیاز دادن دهان، نوعی ریدن، نوعی با دستمال گوه را از روی زمین برداشتن و خوردن، نوعی شجاعت ابلهانه و کثافتکارانه، نوعی که علاوه بر پوچی بسیار کسشر هم می باشد، نوعی بوی چست دادن مداوم شورت و جوراب، نوعی تکنیک محافظت از کون، نوعی ارعر کردن، نوعی عادت به زندگی در طویله کردن، نوعی ریدن در طویله خویشتن. مدام در طویله خویشتن نشستن و سیگار کشیدن و چستود کردن و پیف پیف کردن برای همه. انگار هدف نهایی امکان پیف پیف کردن برای همگان است. دسترسی مساوی همگان به امکان پیف پیف کردن به صورت متساوی الساقین و متوازی الاضلاع، نه به صورت مربع و مثلث و دایره و مستطیل و زوزنقه، حتی نه به صورت 5 ضلعی و 6 ضلعی و 7 ضلعی و 8 ضلعی و 1000 ضلعی، بلکه به شکل 1 ضلعی و صاف و ساده و کاملا روستایی و بی ادعا و بی اهمیت، کاملا خلوت و ساکت و خیلی هم خوب و خیلی هم امیدوار به آینده و خیلی هم گاو و خیلی هم گوسفند و کلی پشکل. به اندازه 1 دنیا پشکل برایت گذاشتم که جمع کنی، مردک دانا و دون. دونی بهل و دانایی پیشه کن دیگر. این که دیگر واضح است. حتی اگر من هم وجود نداشتم، تو به وظیفه خودت عمل کن. من نمیگم وظیفه تو چیست، اما تو خودت آن را بدان و بدان عمل کن. فکر کن خودت پیامبر خودت هستی. از این بعد خودت را هدایت کن و واقعا رستگار شو. ادای آقای رستگار رو در نمیبر. آقای رستگار باش. معلم بچگی بعضی از ما باش. درس بده به ما. برو بالای اوپن و با صدای بلند همه ما را نصیحت کن. حتی اگر ما گوش ندادیم، باز تو به وظیفه خودت عمل کن. حتی اگر لازم شد با زانو محکم بزن توی تخمای ما. الان یک بار امتحان کن. اول با زانو بزن توی تخمای خودت. اگر دیدی درد نگرفت، بعد با خیال راحت بیا خایه‌های ما رو لگدمال کن و جنازه ما رو هم سر بنیز کن. قشنگ خاک بریز. قشنگ خاک بریز که بعد ما میایم از زیر خاک و میزنیم دهنت رو سرویس میکنیم ها. قشنگ خاک بریز بفروز. اینجا دیگه طویله دهات خودتان نیست که. اینجا طویله شهر ما خانه ماست. طویله خیابان و آپارتمان. یک طویله خیلی بزرگتر و مجهزتر و پیشرفته‌تر و هوش مصنوعی‌تر. با همان گاوها و گوسفندها و خرهای خیلی خیلی بیشتر. اما باز تو به وظیفه خودت عمل میکنی. هر جور خودت صلاح میدونی. میدونی که خرها رو نمیشود هدایت کرد. خرها رو فقط میشود خر کرد. اما تو سعی کن کلا زیاد اهمیت ندهی. طویله کوچک، طویله بزرگ، هر دو در اصل تبالت و توالت با هم دیگر مشترکن. ضمن که طویله کوچک هم خیلی علیه السلام نبود حالا. آنها هم خیلی تخم سگ و مادر قهوه بودند. آنها هم مثل شما ریدن در طویله ما و متواری شدند. حالا پلیس افتاده دنبال همه را میگیرد. موتوری ها که کلا خایه کردند. هر کس در خیابان تک چرخ بزند در جا کل طویله را تیرباران میکنند. آن وقت دیگر شهر ما خانه ما نیست. شهر ما طویله ما هم نیست. چون همه مردند. چون این کسی‌ها به پیت نفت اصابت کرده و طویله منفجر شده است. تمام خرها، گاوها، گوسفندها همه مردند. اما باز همچنان آقای رستگار دارد با موبایل از این صحنه فیلم میگیرد و لذت میبرد. این بد است. فیلم گرفتن و لذت بردن از ریدن در طویله خویشتن.